بار برای عزت و حرمت مهمان عاقل قدر محترم رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی بابای رئیس پیشواز گرفتند. من خوش آمده بابا رئیس، خوش آمده تیمور جان. عزت من بابای رئیس به خاطر عزت حرمت خود که تمام بیرق تاجیکستان عزیز ما را در عرصه بین المللی برداشتگی، یک برگک سبز از نام بابای رئیس، از نام حکومت ناحیه آوازدار عبدالرحمن جامی شما دا توفه همه قبول که گویا همه گویا شما دا گویا مدال طلای بازی های المپیایی گویا یا برگک سبز او پول میتونی آزاد ای کوی بیشت دوز نیست. پروان نکن پول بجا کو اصولش بفهمه. حاضرین گرامی، تیمور جان رحیموف شخصیت جوانمردی هست که نام ملت تاجیک را در عرصه بین المللی بلند برداشته است. من خود شاهد آن هستم که یک چند سال مقدم وقتی که در کمیته جوانان ورزش و سیاحی کار میکردم خیلی هم جوان بودم و از همان وقت کوشش میکردن که فقط یک نیت داشتن، پرچم تاجیکستان عزیز را بلند برداشتن. خوش آمدی برادر عزیز، دائما موفق باشید. بابا رئیس سربلند باشید. ای برادرها، آن چیزی که قدر آدم و ورزش میداند چنین بابای رئیس ما نمیدونیم. تمام نازکی هایی که پا گفتن. خوش به حال تیمور جان، خوش آمده. دیو کجاشی؟ بیاد حمزه قراوتی محمد شریف یوان